پراید تقریبا یه نفر عقب زنده بود، 2 نفر جلو فوتی داشتن. بچه‌ها همت کردن اینا رو در آوردین داخل ماشین. بعد یه ایسوزویی هم بود که یخچال بونگا رفته بود پایین. عامل اصلی تصادف جاده است. وضعیت جاده خیلی نامناسبه، یعنی الان چندین ساله که تصادف میشه، سالی 1-2 تا کشته اینجا میده. بارها و بارها شاهد تصادف در این منطقه هستیم. اینجا کجاست؟ اینجا محدوده بین شال و استرولین. یه جاده 5 کیلومتری که متاسفانه با کمکاری مسئولین ما سال به سال اینجا داریم کشتهمون بیشتر میشه. من خودم الان 35 سال پشت فرمون رانندگی هیچ جاده ندیدم. این جاده همش تو خطره. این محوطه این جاده هیچ گونه نه تابلویی داره، نه چراغی هسته، نه چراغ راهنمایی داره، نه روشنایی در شب داره. کلا پهنای این جاده ترانزیت 12 متر بیشتر نیستش.